بیمارستان جنرال 160 تخت خوابی امام علی علیه السلام دارا در زمینی به مساحت 90,000 متر مربع با 16,500 متر مربع زیربنا در حال احداث است. این بیمارستان با 98% پیشرفت فیزیکی یکی از با کیفیت ترین پروژه های بیمارستانی اجرا شده در استان فارس می باشد. این مرکز درمانی دارای 6 بخش بستری بیماران، بخش‌های زنان و زایمان، اورژانس، دیالیز، CCU، ICU، NICU و بخش درمانگاه تخصصی شامل کلینیک داخلی قلب، چشم، گوش و حلق و بینی، اندوسکوپی و کولونوسکوپی و همچنین بخش اعمال جراحی شامل 5 اتاق عمل، بخش آنژیوگرافی قلب، اتاق عمل آنژیوگرافی، فیزیوتراپی، دیالیز، آزمایشگاه و همچنین بخش رادیولوژی شامل CT اسکن، رادیوگرافی و ماموگرافی و داروخانه می باشد. نصب 6 دستگاه آسانسور تختبر و بیماربر و 2 دستگاه آسانسور مونشارژ. ساخت مخزن آب با ظرفیت مجموعاً 450 متر مکعب. سیستم سرمایشی شامل 3 دستگاه چیلر به ظرفیت مجموعاً 600 تن تبرید. 25 دستگاه هوارسان و 291 دستگاه فنکوئل. سیستم تصفیه فاضلاب به ظرفیت 160 متر مکعب و قابلیت استفاده از پساب خروجی جهت آبیاری فضای سبز. پیشبینی و ایجاد زیرساخت تولید برق خورشیدی. سیستم برق اضطراری شامل 2 دستگاه دیزل ژنراتور 1100 kVA. سیستم توزیع اکسیژن با قابلیت اکسیژن ساز به ظرفیت 600 لیتر در دقیقه. نصب 7 شیر هیدرانت و سیستم اعلام و اطفای حریق. اجرای بیش از 36,000 متر مربع محوطه سازی. ساخت موتورخانه با 4 دیگ بخار و آب گرم. با افتتاح این بیمارستان در آینده نزدیک شاخصهای بهداشت و درمان در این شهرستان ارتقا خواهد یافت. در حال حاضر ارزش ساختمان احداث شده این بیمارستان بیش از 2 همت می باشد. بیمارستان جنرال 160 تخت خوابی امام علی علیه السلام